زنک چی باید خزانگت میزنم تلفن تانو میمرداری؟ بخشش مردک جون نفهمیدم تلفنم در خونه در جا خود که استبدم الان خون شدم باور که کلیدار را در دوری ماشین ماندم پایان داد گفتم بس اینکه من خونم برام تینجی باشم الان خون شدم مخی ماشین مخی ماشین تا سوز کردی؟ سوز کردم زنک ماشین است سوز کردم ای مبارک شما مردک جون رحمت اک من گفتی که خونه و چت میبرم تا اکی موز میبری من نصیب گفتم تا یه روز میبرم تا تمام خبی امروز بری مردک خیلی ما کلیدار برام بفرام بمونم خیلی نصیب میام میبرم تا خوش مردک جون بعد کلیدار تا بفرار بگرد بیا تا تو میگی که من سرم میشم خیلی فسان میکنی با خونه و چت میری مایلش خیلی تبی نگنید تلفن کردم تلفن تا بردو مایل مردک خونه و چت میرم 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 چو کردی زنانه؟ آمدی مردک اومدم این اول از سرما ششتون سرما کام میکنه رو با میبنده میره کجا میری؟ هم خیلی مونده شدم باور که زنکو هم خیلی مونده شدم ماشین بودم استاد سوز کردم اینجا با اومدم کلیدار اینا بودم جابجا کردم امروز مطرح بودن نمیتونم آخه مردک وعده داده که امروز میبرمت خون آقا درست زنک وعده دادم که میبرم امروز مونده بعد چیدم مخیم استاد بودم ماشین سوز کردم با کلیدار بودم جابجا کردم همین خیلی مونده شدم زنک باور که امروز بودن نمیتونم امروز نمیبری من خونه و چم نه امروز بودن نمیتونم عمیق نمیبری من مردک عمیق امروز بودن نمیتونم گفتم کو وی بای سر اشتگی من چی میشوم اول اکا گجا شدی ساعت 8 شد آخی آمده استی؟ مالا خوب اکا جو مالا خوب خیلی هی خیختا با خونه نگی خیلی برو برای خونه بخو بیای خونه برو برای برای چی؟ برای چی؟ شبانگی نگپی گفتگی دیو دو دستاین؟ مرا چی گفتی دیو دو دستاین چی گفتی؟ من تو سر خونه رفتم گپی طرف فکر کردم اینقدر وقت بخو بی خیلی برو برای خونه زنجا آخه من شوخی کردم شوخی کردی؟ این گپی تو جای شوخیگی نداره بخو بی بخیر برو برای من سود از تایرو کده که ما زیمیه آخه در این زمستان من کجا میرم جا ندارم من با ما در فرقش چی جو نداری؟ ما در فرقش چیه؟ با خوبی بخیر برو برا ای شوخی علی گوشامو کشیدم دیگه نمیگم آخه ای بخشش بخیر برو برا خیلی اینجا گفته استمتره بخشش پرسیدم ای بخیر برو برا خیلی برو یه زن ما این خطی تنوی کجا میرم نمیرم خنه که دا من کجا میری؟ این قدر من کتی زندگانی کردم در این قدر دوام زندگی نگفتی و همیشه هم مرا گفتی ها؟ ای زن جان آخه کدام گپی من تو خفه شدی؟ کدام گپ در خفه شده؟ همیشه الان گپی گفتگی در تو بزبی این قدر وقت بزب نبودم و اکنه بزب شدم ای من شوخی کردم ای اینجا شوخیگی نداره بخشش اینجا شوخی نداره بخ خوبی اینه گوشامو کشیدم این یه بار دیگه با گوشامو کشیدم بخشش بپرسم شو تبکش سود آمده استه خوزی گپ میزنیم گرده برو گفته استمتره گفتم که بخشش زن جان جای بخشیدن نداره برو تسکه برو خوزی گپ میزنیم برو صاحب خانه او صاحب خانه برو السلام علیکم و علیکم السلام سلام علیکم سازه نفر سازه نکه نازکه شما زنگ زدی نفر بابا کجا زنگ زدم تینجی بخیر اخی اگه جو تنجی میبود من خطا زنگ میزدم مقصد کو مرا بفهمونین نقصر بفهمونین روشانتر مرا بفهمونین همیشه وکا گوش ماینه من تو سر خوده برو اما جانو دارم کجا میرم در زمستانی خونه ایتری نکه خواهر جان ایتری نکه کلتا کار بفرمون زندگی شیرین تا ویران نکه او با پشیمان میشه با دیر میشه همین بخشش پرسیدم گوشام هم کشیدم نه ده یا گپ خمیده برو اکا گوش کنید ما یادتون میگم این زندگی است در زندگی هر چی چیدنش ممکنه پشیمان میشین گپ بگیرین اینا دینا او گزاری بالا دم رفتم یک کلینچک نه 10 هفته نشد زندگیشون ویران شده همین کاری خوبه همین وقت سگ گودکش سر نمیکنه مالی ما گپ بسیاری بعد نکنه ما گپ گفتگی ما گفتم ما دیگه زندگی نمیکنم یعنی زندگی دیگه نمیخوام کدر نمیکنم نمیخوای خیلی ما گپی گفتگی من پا گفتم ای پیشتون گذاشتم چند تا گودک داری 4 بچه گودکو تا بگی جبیو انا باور که همی بسیار وقت ما همین حالت ها را ما میبینیم همین آدم ها را زندگی زن شوهر جدا میشن
به حد زیق میشم ده، هم خیلی زیق میشم که باور که انا دیگه هم خیلی مونده میشم، هم روز خونه میرم دیگه یکم چیزی دنیایی نمیخورم. همه آدم باید شکرانه کنه، ناشکری نکنه. این اکا اکا این 4 تا بچه خوشرو داشتن، این بچه را خوشروگیشون ببین اخی همین زندگی شیرین تونم چی با شما بگیرید تلخ میکنی؟ یکا و اینجا یه تا شایمه او سه دیگه شایمه نیست. اکا ما 2 تا شکرگیم راست میگن. فهمیدم میشه که این 3 پسر دیگه شتونه ها؟ نه اکا این شای شو یکمه این شاییه. ایش یکم شوهرتونه انا ایش دویم شوهرتونه این 2 تا دیگه شای کیه یگنی؟ این 2 تا دیگهش این 2 تا دیگه شای خدمه. به همینجا میشینی؟ نه کامل جان پایانتر منم ای پایان با شروع میتوه با اوزارم میفهمیم بیو دیر کدیم چی سر شدن؟ سر شده ها بیو اوس نه غلطی اوس بیو نخو که 1 متر موندگی گل زدن نتونیه. من خستم کارو بار ما پرتفتم اومدن فوتبال تماشا صد کم ترین مخلص شوینه. بزن چه خیلی فوتبالیستانی ها من نفهمیدم. بیو اوس ممکنه همینجا بشینیم؟ بشینه نه. السلام علیکم. السلام. موزی کی سر شدن؟ نه سر شد نه وکر. دیدی کامل جان نه سر شده هرچی اسمت کرده. کامل جان با که من همه گودکی فوتبال دوست میدارم. من همه خیلی به فوتبال تصور کردن نمیتونم. با ما چی؟ با ما کی بوده مگنه؟ اکو التماس کمتر پس گپ زنه. یکیه بو؟ اپا من مخلص فوتبال ای گوش که او نمو رقم 8 دیدی؟ رقمی 8 انمو حالی 17 مینوته گلم میزنه. تا کجا میدونه که همون رقمی 8 17 مینوت گل میزنه؟ من این بازی را دیدگی هم این پافتور را اوف این شوفیر کجا شیده؟ گای قبیدگی شکه. اوخی گایی 1 مینوت 2 مینوت خیلی شید مشتگیم همینجا. که نمی فرو که برای پرسی کچی با قبیدگیش؟ هم یک کما گفتم که موبایل قشلوق اوستا های که کاری خیچکت نگه یا قبیدنش. ای گایی میگه برا کاری خطا که من قد شوفیر گا میزنم. راستت میگه که؟ کماندی جان خیلی نیم ساعت شده همینجا ایستادگیم خیلی جواب ته بریم اخی نه خیلی عیبی ما ترا کی میگه 60 زیاد های که میدونی که اینجا باید 60 ممکن نیست زیاد های کنن. فهمو شما درست خیلی کردین اینجا نسلیانی پونت های اخی ما ایروی چند آمدیم که ما رو من کردین ما شما را 60 قبیدم رادال خیلی 60 قبیدم ممکن نیست جورا خیلی کمی دت زیاد بده کماندی جان فرق نداره که قانون های 60 اینجا باید زیاد های کنن در کار نیست. بخشی دیگه تکرار نمیشه شما رونالدو هم فقط یک گپ دارین بخشش دیگه تکرار نمیشه کماندیر جواب بده دیگه تکرار نمیشه دیگه گپ ندارین شما. ولی من ترا یک جریمه وزنی میکنم انا بودا جریمه را مسپوری انا ممکن عادت کنی با اوسا های کردن تمام اینم که کار التماس ننویسین التماس او کی بودی خیلی تیز بدای کرد دیدی کماندیر جان این اولی ما را ایروی 62 من کنین او ماشینی به ایروی 2 ساعت زیاد رفت و چه او ایر من نمیکنین گوش که جورا گپا بیسونا که شکرانه که ترا رادار من کدای انا ماشینه یکم درخ من میکنم.